سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوایم با هم دیگه با دستور پخت یک کیک پایه 4 مدل کاپ کیک با طعم‌های مختلف رو درست بکنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. قبل از اینکه این ویدیو رو شروع بکنیم ازتون خواهش میکنم که حتما کانال من سابسکرایب کنین. بریم که با هم دیگه این کاپ کیک های خوشمزه رو آماده کنیم. درست کردن این کاپ کیک ها احتیاج داریم به 3 عدد تخم مرغ، 2 پیمانه آرد شیرینی پزی، نصف پیمانه روغن مایع، نصف پیمانه شیر، 1 پیمانه شکر، 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1 قاشق چایخوری وانیل. این مواد دیگه گفتم برای درست کردن خود کیکه. برای طعمدار کردنش احتیاج داریم به 1 قاشق چایخوری پودر کاکائو، 1 قاشق چایخوری زعفران دم کرده غلیظ با یه مقدار گلاب، 1 قاشق چایخوری هم پودر نسکافه فوری و یه مقدار دارچین. خب طبق روال همه کیک ها اول تخم مرغ و شکر و وانیل رو باید با همزن 5 تا 6 دقیقه بزنیم. شکر رو اضافه میکنم. به همراه وانیل و حسابی با همزن میزنم تا غلیظ و کرمی بشه. همونجور که میبینیم کاملا حجمش 2 برابر شده و رنگش هم روشن شده. الان باید روغن و شیر رو بهش اضافه کنیم و دوباره با همزن تقریبا 1-2 دور بزنیم تا مخلوط بشه. روغن مایع رو اضافه میکنم. شیرم اضافه میکنم. دقت کنید که حتما برای درست کردن کیک باید همه موادتون همدمای محیط باشن. این تقریبا از نیم ساعت قبل همه مواد رو بذاریم بیرون. دوباره با همزن هم میزنم تا مخلوط بشه. خب در همین حد کافیه. الان دیگه نیاز به همزن نداریم و از اینجا به بعد باید با لیسک مواد رو مخلوط بکنیم. خب من آردم از قبل 3 بار الک کردم. الان بهش بیکینگ پودر رو اضافه میکنم و یه مقدار مخلوطش میکنم. هم میزنم تا آرد و بیکینگ پودر با هم مخلوط بشن. بعد هم طی 3 مرحله آرد رو به مواد تخم مرغمون اضافه میکنم و با لیسک آروم هم میزنم. برای هم زدن هم باید به صورت زیر و رو کردن مواد هم بزنید تا کاملا آرد توی مواد حل بشه و گلوله‌ای داخلش نمونه. خیلی آروم مواد رو مخلوط میکنه. خوب دقت کنید که کاملا آرد هم بخوره و گلوله‌ای از آرد باقی نمونه. بعد از اینکه موادمون کامل مخلوط شد به 4 قسمت تقسیمش میکنیم و طعمدارش میکنیم. خب من موادم رو تقسیم کردم. به یکیش میخوام پودر نسکافه اضافه کنم. به یکی پودر کاکائو.
به 1 زعفران و به آخری هم یه مقدار پودر دارچین. همه مواد رو به آرامی با هم مخلوط میکنیم و تو ظرفای کاپ کیکمون میریزیم. برای اینکه بتونم مایه کیکمو راحت‌تر داخل ظرفای کاپ کیک بریزم، هر تمو به داخل یه دونه قیف منتقل میکنم. به این صورت که توی لیوان بزرگ قیفو میذاریم و بعد مواد رو میریزیم. خب من موادمو داخل قیفا منتقل کردم. ظرفای کاپ کیکمون رو میذاریم داخل سینی فر. حالا داخل کاپ کیکمون رو پر میکنیم. سر قیفا رو با قیچی میبریم و 2/3 قالبا رو از مایه کیک پر میکنیم. روی کاپ کیک ها رو میتونیم به دلخواه با کنجد، پرک بادون، پودر پسته و هر چیزی که دوست دارین تزیین بکنین. من یه مقدار کنجد رو بعضیاشونم خلال بادون میریزم. کاپ کیک ها رو باید داخل فر با دمای 180 درجه به مدت 20 تا 25 دقیقه بپزیم. داخل توستر باید 20 درجه دماش کمتر باشه، یعنی با دمای 160 درجه به مدت 20 تا 25 دقیقه. اینم نتیجه کار. همونجوری که میبینین کاپ کیک ها حسابی پف کردن و خیلی خوش عطر بودن. حتما درستش بکنید و لذتشو ببرید. مرسی که تا آخرین ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.